عزال و حسینی، ردیف استاد عبدالله دوامی. عزال که هم با تشدید روی ز خونده میشه و هم به صورت اوزال، یعنی بدون تشدید دیده شده، از لحاظ معنی لغوی بنده به نتیجه نرسیدم. از شعبات 24 گانه موسیقی مقامی پیشین ما هست که مراغی اون رو 12مین شعبه از 24 شعبه میدونه و مناسب با پرده عراق. 2 گوشه داشته، گوشه‌هاش اصفهانک و رکب نوروز بوده و چون مشتق از زنگوله است، در زنگوله 2 شعبه داشته، شعبه چهارگاه و شعبه عزال، که عزال هم خودش 2 گوشه اصفهانک و رکب نوروز رو داشته. عزال داره 5 نغمه، یعنی یک ذوالخمس بوده. به قول قدیمی ها از نغمه 5 آغاز می شده است، یعنی دارای 5 نغمه بوده. چو زنگول مقام آمد به هر حال، ز وی تو 4 میدان و عزال. ز 4 نغمه آمد 4 هم، ز 5 نغمه دان عزال را هم. و در مجموع الادوار هدایت اومده که پس از زنگوله اندر شعبه قوال، نماید 4 آنگاه عزال. و معتقد بودن که عزال رو باید در فصل پاییز اجرا کرد. مراغی میگه که شعبه ثانیه عشر که بر جمع نغمات آن بعد ذوالخمس مشتمل است و بر جنس حجازی به 1 بعد تنینی زیادت است و از نحو به 1 بعد ذوالاربع اقل، یعنی از نهفت 1 دانگ کمتر داشته و از حجازی 1 تنینی بیشتر. اگر از 2 بخوایم در نظرش بگیریم، 2 ره کرون، می کرون، فا، سل که شامل مجنب، تنینی، مجنب، تنینی. شاید یه چیزی شبیه به مخالف سگاه ما. الف، جیم، واو، پی جیمی، یا. و بر وتر عود می شده مطلق بم، مجنب بم، زلزل بم، مطلق مثلث و سبابه مثلث. مراغی تصنیفی در عمل عزال ساخته. قبلا به تصنیف ها گفته می شد عمل. مراغی عملی در عزال ساخته بوده در دور مخمس. در برخی از رسالات غزال هم دیده میشه که تحریف عزاله، مثل غزال در معرفی 32 مقام علی جرجانی از ادوار ملایم در شرح ادوار صفی‌الدین ارموی. از لحاظ تطبیق اسامی درجات کام قدیم با نوت موسیقی امروز، عزال برابر با سیکورون ماست. امروز عزال در شور، همایون و البته در نوا هم ذکر شده. در بورالارحان در نوا هم اومده، در 3 مراتب عراق، عزال، دناسوری و رهابی. در شور هم از تونیک شور آغاز میشه، یعنی اگر شور سل داشته باشیم از سل، یا از شور ره داشته باشیم از ره آغاز میشه. ابتدا به دنگ پایین رونده میره و بعد به دنگ بالا رونده حرکت میکنه. در توالی خارا، قجر، ملانازی عزال و در برخی ردیف ها در توالی سلمک، گلریز، مجلس افروز عزال و بزرگ قرار میگیره، مثل ردیف میرزا عبدالله. در همایون هم در توالی بختیاری، مؤالف، عزال و دناسوری وجود داره. اگر ما شور سل داشته باشیم، 1 هنگام بالاتر معمولا عزال به این شکل میگیره. خیلی شبیه به درآمد خارا میتونه باشه از این بابت، چرا که به دانگ قبلی ره میکرون فا سل اشاره میکنه که دانگ پیش دانگ شور هست، اگر ما این رو 1 اکتاف بالاتر در نظر بگیریم. بنابراین از این نگاه میتونیم عزال رو 1 هنگام بالاتر دقیقاً درآمد خارا در نظر بگیریم. اما نگاه بهتر میتونه این باشه که عزال حالتی به عنوان یک اوج بر حسینی هست. یعنی وقتی ما در شور دوممون، در شور سل که هستیم،
شور دوم رو دو شکل میگیره. برای این شور دوم یک حسینی داریم که روی سل شکل میگیره و لا بمول هست، حالت کردی بیات یا حجاز رو داره. و بعد یک دانگ سل لا کرون سی بمول دو، یعنی دانگ شوری در کنار اون دانگ دشتی فا سل لا بمول سی بمول شکل میگیره و ما رو به سمت اوج میبره و اسمش خواهد بود اوزال. در ردیف دوامی هم در شور ره که هستیم، در سلمک که سل باشه ما یک حسینی داریم روی نوت ره تشکیل میشه و بعد با میکرون کردن و به سمت سل رفتن میتونه اوزال شکل بگیره. در حرکت های بالا رونده دانگ شور استفاده میشه، در حرکت های پایین رونده می بمول میشه و دانگ دشتی دو ره می بمول فا استفاده خواهد شد. این برداشتی است که من از اوزال در ردیف دارم. حسینی در متون موسیقی مقامی بعد از اسلام اومده، قبل از اون وجود نداشته. نامش برمیگرده به نام حسین و احتمالاً بی ربط به امام حسین نیست. آملی اون رو یکی از 12 مقام میدونه. حسینی و عراق آنگه سپاهان، پس از زنگوله اشاق و نوادان. پرده‌ای که فارابی از اون سخن گفته و بعدها پایه موسیقی ترک و عرب شده، همین احتمالاً پرده حسینی است، شبیه به این پرده هست. این مقام ایرانی در بین مقام‌های عربی رایجه، در مصر، سوریه، لبنان، مراکش، تونس و صفی‌الدین ارموی اون رو دایره 53 از دوایر کثیره میدونه و دایره 5 از ادوار ششگانه و دور 11 از ادوار 12 گانه. حسینی رو از لحاظ مطابقت با برج‌های آسمانی با برج سور شبیه میدونن و قبلا که 7 پرده رو در نظر میگرفتن، یکی از این پرده ها که حسینی باشه رو به حضرت داوود نسبت میدادن. نویسنده بهجت الروح میاره که حسینی دارای 2 بانگ و دارای 2 شعبه دوگاه و محیر. حسینی که از مقامات است برتر، دوگاه آمد قرینش با محیر. حسینی جز مقام نام گوشه از شعبه محیر هم بوده، چون در بهجت الروح این حالت زیاد دیده میشه که هم به عنوان مقام گاهی یک اسم به کار میره، هم به عنوان شعبه و یا به عنوان گوشه. مناقی عملی یا تصنیفی در حسینی هم ساخته بوده به سفارش سلطان حسین که گفته بوده اولین روز ماه رمضان را به نام من در پرده حسینی یک تصنیف بساز و او 30 تصنیف در 30 نوبت میسازه. اولیش رو تقدیم میکنه به سلطان حسین و در اونجا در کنار نام حسین ابن علی علیه السلام نام سلطان رو هم به صورت جناس آورده. کوری چشم مخالف، من حسینی مذهبم، راه حق این است، نتوانم نهفتن راه راست. گر مخالف طعنه ای زد، رغم او من حسینی مذهبم تا زنده ام. فواصل حسینی در موسیقی قدیم ایران مطابق دستگاه شور امروزی است تقریبا. به همین دلیل حسینی در شور احتمالاً اجرا میشه و در توالی گوشه های قرچه، رضوی و حسینی در شور پایین دسته و شور بالا قرار میگیره. تونیک حسینی و شور یکسان هستند. در قسمت اوج ما به درجه 4 میریم که این قسمت اوج حسینی رو بیشتر گفتیم که میتونیم اسم اوزال بهش بدیم. بنابراین در حسینی ما هم مثلا اگر در شور سل هستیم هم لا بمول داریم هم لا کرون، یعنی نوت دوم شور رو به پرده بم میشه در قسمت‌های پایین رونده و در بخش خود حسینی در اوجش لا کرون میشه، یا در شور ره اگر هستیم می بمول میشه در خود حسینی، در اوج حسینی یا اوزالش می کرون میشه. آقای مهدی ستارشگر به روایت از استاد کسایی در اوج حسینی تحریری رو اجرا کردن و اون رو به روایت تاج اصفهانی و قبل از او حبیب شاطر حاجی دونستند که البته بنده نتونستم دست پیدا کنم به این تحریر. لطفاً از دوستان تقاضا میکنم که اگر به این روایت دست پیدا کردن یا
به این نوار دست پیدا کردن اون رو برای ما ارسال کنن تا اون رو بررسی کنیم و در اختیار دیگران هم بتونیم قرار بدیم. حسینی همراه با نام‌های دیگه‌ای هم در موسیقی قدیم ایران به کار رفته، مثل حسینی حجازی، حسینی کبیر، حسینی مع البقیه، حسینی گلعذار. اگر ما شور ر رو در نظر بگیریم، حسینی یک هنگام بالاتر در همون نوت تشکیل میشه و به نوعی میتونیم اون رو کردی بیات یا حجاز ابوعطایی بر شور دوم بدونیم. اگر شور اول ما دشتی یا شبیه به حجازش میشود زیر کش سرمک روی نوت لا، یک پنجم بالاتر، در شور دوم هم ما یه همچین حالتی داریم که روی نوت ر این دشتی یا حجاز مانند صورت میگیره و تشکیل میشه که میدونیم هر حجازی یا هر دشتی یک اوجی داره و اوج اون اوزال خواهد بود که از دانگ ر میکرون فا سول به سمت سول استفاده خواهد شد. در برگشت ها باز از همون دانگ دو ر می بمول فا استفاده میکنیم. فواصل قدیمی مقام حسینی اگر از دو بخوایم در نظرش بگیریم، دو ر کرون می بمول فا سول کرون لا بمول سی بمول و دو هست که این شبیه به شور دو هست. شامل مجنب تنینی، مجنب تنینی و اعداد نوتا با اسامی قدیمی الف جیم ه جیمی ی یب يه و ه جیمی. دانگایی که در این قطعه به کار رفتن ر میکرون فا سول هست، دانگ شور که از این دانگ فقط نوت فا و سول استفاده شده، دانگ شور سول لا کرون سی بمول دو، دانگ دشتی دو ر می بمول فا، دانگ شور ر میکرون فا سول و دانگ دشتی فا سول لا بمول سی بمول که از این دانگ نوت سی بمول استفاده نشده. کوک ستار دو سول ر هست، سیم اول برابر با سی انگلیسی در تیونر کوک شده. ر دو رم ر دو سی لا سول سول لا سول لا سی لا سی دور رم ر دو ر دور دو ر سول ر دو ر sol fa fa mi mi re re dom do re re sol re do re re do re do do si do do si re do si do re do si do re re mi fa re mi do re si do la si do la سی دو ره دو ره. در آغاز با نوت ر شروع میکنیم، نوت شاهد این گوشه رو معرفی میکنیم. ر دو ره طبق معمول مثل گوشه هایی که یک شاهد جدید معرفی میشه برمیگردیم عقب. رم دو سی لا سول، اینا اشاره دارن راست چپ راست یک تحریر نشیب هست. حالا با حالت تحریر فراز که از جنس تحریر حجاز هست به این شکل میایم به سمت ر. سول لا تکریز راست چپ سول لا سی با مضرب عد راست چپ یکی کم میایم پایین راست چپ اشاره داریم. لا سی دور سی دو رم ر دو ر دور ر. حالا شعر با فرم رباعی شروع میشه. وزن شعر لا حول ولا قوة الا بالله هست. سول ر دو ر دو ر ر دو ر ر می دو سی و سول ر سول ر ر ر دو ر ر
میریم برای اوزال یا همون اوج حسینی. می کرون میشه فا فا میره دو، دوم میاد رو فا فا می فا می فا می فا، راست راست چپ راست چپ راست چپ می 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 میس 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 میس، دوم میره رو سل سل، تکریز داریم. حالا به صورت تحریر نشیب برمیگردیم سل سل فاس فاس میس میس رف رف دون دو ره ره و برگشت می بمول هست. اینا رو به صورت سولا سولا فالا فالا می سل می سل رفا رفا دو می دو ره ره میتونیم اجرا کنیم. به صورت تریل بعدش تک اجرا میشه. حالا لخت اول بیت دوم سل ره سل اسم ضرب میاد سل ره دو ره 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 دو ره دو ره دو دو. لخت دوم میگه دو سی دو 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 سی ره دو دو سی دو دو سی دو دو سی دو دو سی سی دو دو ره ره می می فا ره می دو ره سی دو لا سی دو سی دو سی دو سی لاس. دوم یه رولا کنن که اشاره به سول داشته باشیم فا سولا راست راست چپ سولا سی لا سی دو سی دو ره. اینا دوتا یکی تحریر فراز هست. قبلی تحریر نشی بود که ما رو برمیگردونم به عقب که با حالت بالا به پایین اجرا می شد. حالا این یکی تحریر دوتا یکی هست که با حالت فراز اجرا میشه فا سولا سولا سی لا سی دو سی دو ره دو دو ره. میاد روی نوت ره قرار میگیره چون در ادامه دو بیتی رو داریم که از ره شروع میشه و دو بیتی در حسینی انگار شکل گرفته. اگر نه فرود ما باید در سل یا در ره صورت میگیره. که تو داری